دوستان عزیز سلام. زمانی که رادیاتورهای منزلتون خیلی گرم نیستن و احساس گرمی روزهای اولیه که نصب کردید رو ندارن، کافیه مثل تصویر شیر پایین رادیاتور رو باز کنید و رسوباتی که در طول سال داخل رادیاتور انباشته شدن رو به این صورت تخلیه کنید و در آخر هم با تعویض واشه و یا اگه ندارید مقداری نوار تفلون در پوش دوباره به صورت قبل ببندید. یه شیر تخلیه خیلی کوچیک بالای رادیاتور هست، مال هواگیریه. هواگیریتون رو انجام بدید و انجام کار ساده و بدون که هزینه انجام بدید و به تعمیرگارا بدید، گرمای اصلی رادیاتوراتون دوباره به روز اول برمیگردن.